کارتش هم خیلی بالا و ما همچنان 5 دقیقه است ترافیکیم بعد از اینکه کارت خورد ویدیو رفتم بالاخره. مثلا یه ماشین چیزش پارک می‌کردم. بچه‌ها ما رسیدیم اینجا. این پایین طبقه پایین چیه اینجا؟ فود کورته؟ رستورانه. بستنی اینا داره، کافه است. همونه که عکسش تو پارکینگ بود گفتن. آره عکسش تو پارکینگ بود. اینم که نمای کلی مال بچه‌ها. اصلا یه چیز عجیب غریبه. فکر نمی‌کردیم اینقدر بزرگه. فکر نمی‌کردیم اینقدر بزرگ باشه ولی وحشتناکی بچه‌ها بزرگه. فکر کنم پروژه کنسل بچه‌ها. ساب کنید، لایک کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. بچه‌ها ماشینه برقی چریان اینجا اومدن براتون گذاشتن. یه دونه معامله کن. یه دونه معامله کن دیگه. از گوشی من روون‌تره. پی دی اف داره وا نمی‌کنه. کنسل بس. می‌خواستم بگم بچه‌ها کنسل شد. ولش. بچه‌ها یه ننه نمیخواد بگیرم براتون. آره. بگیرم برای بچه‌ها اینو. حیوان خونگیه. چیز باحالیه بچه‌ها. میگه که فامیلامون بچه‌ها اینا داره. فامیل تو یا فامیل من؟ فامیل تو. کراش ندانید بچه‌ها. آقا اینم یه پلنگشه. ما ماملاکش بود. رسیدیم به جایی که من و امیر عاشقشیم. اون قابه خیلی خوبه. سفیده. آره برای اسپیسن اینا. گفتم داداش کلوف خوش شده. اینو ببین. مشیه رو. سته. چه بی‌کیفیت. داداش خیلی تو این قابل نداری؟ چه گوشه ورتو فیک. اینا خوشش میاد. ولی بگی هست گوشی میاد؟ کپ گوشی انوش شدن. نه خوب شد تو دست خوبه ولی این قیمت اصلا بگیرمتش برو. میشین بشکنه. حوث از سواری کردم. آجی برای بچه‌ها پایین بگیر. بچه‌ها میریم پایین رو به زودی براتون میگیریم. خیلی قشنگه اصلا روح این کلا. چه دوناتا رو نگاه. اصلا اینجا معروفه که پایین نشه دیگه. خیلی واقعا حال کردم. حالا می‌خوایم بچه‌ها بریم یه جا سوشی هم بخوریم. یه جا سوشی داره اینجا. بچه‌ها حرف نمی‌زنن. سوشی من نمی‌خورم. بریم بالا رو بگیریم. بعد بریم پایین رو بگیریم بچه‌ها. بریم بالا آقا. صندلی ماساژا همه جا هست. اینا همه جا هست. داش خیلی سود می‌کنن از همین. حق بازش تولد آجی. اینا برای یه چیزی هستن. تولد. آقا یکی تولد گرفته. ببین چقدر یارو لاک اینجا براش تولد گرفت. چند میدی برام براتون؟ 50 تومن. ما به شرف کنم داری آقا اینا یه گروه هن اسمشون سورپرایز شوه. کانال اینستاشون هم اینجا. من تو خونه برام تولد میگم روم نمیشه برگردم بالا. این الان اینجا چه حسی داره؟ آقا من اصلا یه بار یادشون رفت من تولدمه. بعد اینو کجا سورپرایزش کرد. بچه کیکو بگیرم براتون. اینا یه گروه هن. میخواید سورپرایز شید زیدتون سورپرایز کنید بیاید سورپرایز کنم. نفهم تولد بچه هست، تولد بابا هست، تولد زنه است. باباه سورپرایز کرده. برم براشون بخونم خدای شادنه آب همشون بیاد. جدی میگم. گرفتم. بابا اومد به
به ما گیر داد گفتن مردم فیلم نگیر. همین الان داشتیم اینجا کلی حرف می‌زدیم گفتیم پاد و اینا ضرر داره. بعد رفتن اینا خریدن. بعد اومده میگه خوشحال چند 700 تومن 10,000 تومن داره. 3 ساعت دارم میگم اینو نکشید. قلیون بکشید بهتره ایناست. ولکن برو. امیر زنگ زدی مامانش؟ دارم میگیرم داداش. بهمون گیر دادن. گفتم فیلم برداری نکنی. ما میکنیم. بچه‌ها همه‌ش رو براتون میگیرم. امیدوارم لایک که کنید من کلش براتون ازمون میگیرم. بگیرن. لایک‌ها زیادتر رفتن تو مغازه هم براتون میرم میگیرم. فقط پیشنهاد بده چی میخواد. یه فیلم چی دوست دارید بیشتر. شما پای نشید میذارن نمیذارن. ما میگیریمش. من از منطقه ممنوعه حالا تو این چنل نیست. ولی خب چنلم پاک شده. از منطقه ممنوعه مرز یعنی قشنگ نوشته فیلم برداری ممنوع پیگرد قانونی. اون تو برد مثلا در اون تشکیلات سپاه و اینا فیلم برداری کردن. یه خودتون ببینید چرا بعد این ویدیو میگیرنش. نداش آقا این سوشیه خیلی باحاله. زوم سیکو رو سوشیا میذارن رو ریل بعد میاد. حالا نه فقط سوشی، هزار چیز دیگه. ما 3 تا اینا سفارش دادیم. یه دونه اینو گرفتیم، روست بیف با دیپ قارچ. یه دونه این پاستا رو گرفتیم. پاستا گرفتیم آخه. یه دونه هم اسلاید. این 3 تا رو گرفتیم. شدش 760 تومن. بعد نشد، خوب شد. حالا بذار بیاره دوباره براتون میگیرم. بچه‌ها اینا رو آورد. این میشه مال آقا عرفان. این مال منه. اومدی. بچه‌ها خیلی باحاله. این تیکه نوشابه است. نه وسط میاد بالا. حالا اینم که غذاتونه. آره دیگه. کلا تو هر کاری ایده داشته باشی موفق میشی دیگه. دقیقاً مثل این کاری که طعم چطوریه تست بدن. این سس مقطعه گفتم برات بزنه برای همه ریخته. خوبه؟ آقا ما بریم اینا رو تست کنیم بچه‌ها دیگه براتون فیلم نمیاد که وقت دلتون نخواد دیگه. ولی خب اصلا به نظر من درست نیست غذا خودم فیلم بگیری. ولی خب حالا این کلا فرم خود غذایه و خواستین با خانواده تنها با پارتنر کسی بیاید به نظرم جای خوبیه. آره بچه نیای شمال بیاید. طبقه یکی مونده با آخر اینجا کلا فود کورته. اینم که مغازه‌شونه دیگه. سیب بال. این بچه سایز کوچیکشه. آره اینا مینیه. یه دونه هم بزرگ داره تا اینجا مثلا میاد تقریبا 3 تا همبرگر روشه و یعنی کاملا یه دونه گنده جواب 3 نفر رو میده بچه. اینا هست دیگه. اینا گنده هاشه میبینید. اینا هر کدومش یه دونه مینی بغلش یه دونه هم گنده. حالا جز اینا یه دونه هم پک داره. مثلا پک 4 نفره 900 تومن. این شکلی براتون سرو میکنن دیگه. میبینید. آقا من خوردم. امیر هنوز داره میخوره. خوشمزه بود امیر. امیر برگر داشت. این برم پاستا بود داره. اینم پاستا بود. پاستاش هم باحال بود. از این بعد معلوم باشه طعمش چجوریه. بعد آقا این ظرفاشون خیلی باحاله. جدا میشه روش. اینم توش نوشابه است و سیب بال. ایده که داشته باشید اینجوری میترکه بچه‌ها. جلو مغازه‌شون هم خیلی شلوغه. بچه‌ها داریم میریم پایین. آقا اومدیم پایین وسط پایینش. من اگه من این اونطوری اصلا میشه. بچه‌ها با چقدر خوشگله آجی. این امیر شکلات. آقا اینجا امیر شکلات نمیخواستم بگم نگفته بود شعبه اصلی مونه. خواستید بیاید فقط قبل تمام کنید چون خیلی شلوغه بچه‌ها. وقت باید بگیم. آره وقت قبلی بگیرید. این جلاتو نور میروش بعد بچه‌ها بریم شعبه خودم هم چیزی داشت. نمی شعبه خودت رات میدن. برام خسته نباشید. یه گرفت دیگه. چیه این؟ چیه؟ بچه‌ها اینجا دقیقا مثل بالا. یعنی من فکر کردم فقط کافه ایناست ولی نه اینطوری نیست. کلا مغازه تو رو اون وسط کافه است. ولی خب بچه‌ها اینجا فقط تنها فرقش اینه که محیطش اینطوری قدیمی طوره. یعنی می‌بینید مثلا در و دیوارا همه قدیمی ان. کلا کل اون سیستماش کلا مثلا استایل مغازه توی مغازه اینا همشون قدیمیه. همین دارم بهتون میگم که مثلا همین حالتی داره. مثلا خب عکاسی و فیلم برداری و اینا می‌بینید در دیوار کلا قدیمیه همش.
بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. هر چیزی بچه‌ها لایک کنید، کامنت بذارید، کامنتاتون رو حتما میخونیم، جواب میدیم. سابسکرایب بکنید بچه‌ها، تنبیه رو بزنید، پیشنهاد بدید چی بگیریم براتون، چی نگیریم، ویدیوها چجوریه، کیفیت ویدیوها چجوریه. بچه‌ها اینم که خودیم که اینجا در بیاریم کاری نداره بچه‌ها. آقا تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. خداحافظ.